اگر نمیخوای تو هم به این ویروس جدید مبتلا بشی، این پاستیلای خوشمزه رو درست کن، سیستم ایمنی تو قوی کن. آب میوه‌های دلخواه تو بگیر، مثل آب انبه، آب انار، آب پرتقال و بهش پودر ژلاتین اضافه کن. مقادیر دقیقش داخل کپشن واسط نوشتم. به میوه‌های ترشت هم یه ذره عسل اضافه کن، خیلی خوشمزه تر میشه. استفاده کردن از رنگ‌های مختلف هم ویتامین‌های مختلف داره، هم باعث خوشرنگ شدن پاستیلتون میشه. در نهایت داخل قالب می‌ریزیم، 2 ساعت میاد تو یخچال و اینطوری آماده است. تو پیجم پر از آموزش‌های خوشمزه و خاصه، حتما پیجم رو فالو کن تا این همه آموزش خفن رو از دست ندی. اگر نمیخوای تو هم به این ویروس جدید مبتلا بشی، این پاستیلای خوشمزه رو درست کن، سیستم ایمنی تو قوی کن. آب میوه‌های دلخواه تو بگیر، مثل آب انبه، آب انار، آب پرتقال و بهش پودر ژلاتین اضافه کن. مقادیر دقیقش داخل کپشن واسط نوشتم. به میوه‌های ترشت هم یه ذره عسل اضافه کن، خیلی خوشمزه تر میشه. استفاده کردن از رنگ‌های مختلف هم ویتامین‌های مختلف داره، هم باعث خوشرنگ شدن پاستیلتون میشه. در نهایت داخل قالب می‌ریزیم، 2 ساعت میاد تو یخچال و اینطوری آماده است. تو پیجم پر از آموزش‌های خوشمزه و خاصه، حتما پیجم رو فالو کن تا این همه آموزش خفن رو از دست ندی. اگر نمیخوای تو هم به این ویروس جدید مبتلا بشی، این پاستیلای خوشمزه رو درست کن، سیستم ایمنی تو قوی کن. آب میوه‌های دلخواه تو بگیر، مثل آب انبه، آب انار، آب پرتقال و بهش پودر ژلاتین اضافه کن. مقادیر دقیقش داخل کپشن واسط نوشتم. به میوه‌های ترشت هم یه ذره عسل اضافه کن، خیلی خوشمزه تر میشه. استفاده کردن از رنگ‌های مختلف هم ویتامین‌های مختلف داره، هم باعث خوشرنگ شدن پاستیلتون میشه. در نهایت داخل قالب می‌ریزیم، 2 ساعت میاد تو یخچال و اینطوری آماده است. تو پیجم پر از آموزش‌های خوشمزه و خاصه، حتما پیجم رو فالو کن تا این همه آموزش خفن رو از دست ندی. اگر نمیخوای تو هم به این ویروس جدید مبتلا بشی، این پاستیلای خوشمزه رو درست کن، سیستم ایمنی تو قوی کن. آب میوه‌های دلخواه تو بگیر، مثل آب انبه، آب انار، آب پرتقال و بهش پودر ژلاتین اضافه کن. مقادیر دقیقش داخل کپشن واسط نوشتم. به میوه‌های ترشت هم یه ذره عسل اضافه کن، خیلی خوشمزه تر میشه. استفاده کردن از رنگ‌های مختلف هم ویتامین‌های مختلف داره، هم باعث خوشرنگ شدن پاستیلتون میشه. در نهایت داخل قالب می‌ریزیم، 2 ساعت میاد تو یخچال و اینطوری آماده است. تو پیجم پر از آموزش‌های خوشمزه و خاصه، حتما پیجم رو فالو کن تا این همه آموزش خفن رو از دست ندی. اگر نمیخوای تو هم به این ویروس جدید مبتلا بشی، این پاستیلای خوشمزه رو درست کن، سیستم ایمنی تو قوی کن. آب میوه‌های دلخواه تو بگیر، مثل آب انبه، آب انار، آب پرتقال و بهش پودر ژلاتین اضافه کن. مقادیر دقیقش داخل کپشن واسط نوشتم. به میوه‌های ترشت هم یه ذره عسل اضافه کن، خیلی خوشمزه تر میشه. استفاده کردن از رنگ‌های مختلف هم ویتامین‌های مختلف داره، هم باعث خوشرنگ شدن پاستیلتون میشه. در نهایت داخل قالب می‌ریزیم، 2 ساعت میاد تو یخچال و اینطوری آماده است. تو پیجم پر از آموزش‌های خوشمزه و خاصه، حتما پیجم رو فالو کن تا این همه آموزش خفن رو از دست ندی. اگر نمیخوای تو هم به این ویروس جدید مبتلا بشی، این پاستیلای خوشمزه رو درست کن، سیستم ایمنی تو قوی کن. آب میوه‌های دلخواه تو بگیر، مثل آب انبه، آب انار، آب پرتقال و بهش پودر ژلاتین اضافه کن. مقادیر دقیقش داخل کپشن واسط نوشتم. به میوه‌های ترشت هم یه ذره عسل اضافه کن، خیلی خوشمزه تر میشه. استفاده کردن از رنگ‌های مختلف هم ویتامین‌های مختلف داره، هم باعث خوشرنگ شدن پاستیلتون میشه. در نهایت داخل قالب می‌ریزیم، 2 ساعت میاد تو یخچال و اینطوری آماده است. تو پیجم پر از آموزش‌های خوشمزه و خاصه، حتما پیجم رو فالو کن تا این همه آموزش خفن رو از دست ندی. اگر نمیخوای تو هم به این ویروس جدید مبتلا بشی، این پاستیلای خوشمزه رو درست کن، سیستم ایمنی تو قوی کن. آب میوه‌های دلخواه تو بگیر، مثل آب انبه، آب انار، آب پرتقال و بهش پودر ژلاتین اضافه کن. مقادیر دقیقش داخل کپشن واسط نوشتم. به میوه‌های ترشت هم یه ذره عسل اضافه کن، خیلی خوشمزه تر میشه. استفاده کردن از رنگ‌های مختلف هم ویتامین‌های مختلف داره، هم باعث خوشرنگ شدن پاستیلتون میشه. در نهایت داخل قالب می‌ریزیم، 2 ساعت میاد تو یخچال و اینطوری آماده است. تو پیجم پر از آموزش‌های خوشمزه و خاصه، حتما پیجم رو فالو کن تا این همه آموزش خفن رو از دست ندی.
اگر نمیخوای تو هم به این ویروس جدید مبتلا بشی، این پاستیلای خوشمزه رو درست کن، سیستم ایمنی تو قوی کن. آب میوه‌های دلخواه تو بگیر، مثل آب انبه، آب انار، آب پرتقال و بهش پودر ژلاتین اضافه کن. مقادیر دقیقش داخل کپشن واسط نوشتم. به میوه‌های ترشت هم یه ذره عسل اضافه کن، خیلی خوشمزه تر میشه. استفاده کردن از رنگ‌های مختلف هم ویتامین‌های مختلف داره، هم باعث خوش رنگ شدن پاستیلتون میشه. در نهایت داخل قالب می‌ریزیم، 2 ساعت میره تو یخچال و اینطوری آماده است. تو پیجم پر از آموزش‌های خوشمزه و خاصه، حتما پیجم رو فالو کن تا این همه آموزش خفن رو از دست ندی.